سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشید. در این ویدیو میخوام براتون نشون بدم که پابجی متریال رایگان میته، متریال لباس، متریال گان، متریال ماشین، هر چیزی که آپگریدی دارید میتونید متریالش رایگان بخرید. کارت ایجی شما میتونید از بازیتون به دست بیارید و اگر میخواستید که مثلا چطوری کارت ایجی به دست بیاری حتما در قسمت کامنت بنویسید. من طریقش بهتون نشون میدم که چطور میتونید کارت ایجی به دست بیاری. من متاسفانه که کارت ایجی ما رو جوگوشایی مصرف کردم، حالا 15 تا کارت ایجی دارم، با 15 تا هیچی نمیتونم بگیرم. خب حالا میرم بهتون نشون میدم که چطور میتونید با کارت ایجی گانهای آپگریدتون، لباس آپگریدی و ماشین آپگریدتون آپگرید بکنید. کاملا رایگان هستن بدون یه دونه مصرف یوسی. اینجا شما میبینید که مینی متریال هم یک دانش میته 1800 کارت ایجی، یعنی 1800 کارت ایجی یک دانه مینی متریال میتونید بگیرید. و یه چیز خوبی دیگه اینجا داره که شما میتونید روزانه هر چقدر که بخوای بخرید. نگاه، هر چندتا که من بخوام میتونم بگیرم، ولی فعلا متاسفانه که من کارت ایجی ندارم. دوستان عزیز، خب مثل همین شما میتونید متریال لباس و متریال ماشین، هر چیزی که شما بخوای اینجا میتونید، هر چی که آپگریدی دارید، گان و لباس و ماشین، همه شو میتونید رایگان آپگرید بکنید. هر کدومتون که اطلاع نداشتید پس این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. دیگه شما اگر از کارت ایجی جمع کردین، دیگه الان موقعشه که برید متریال بخرید رایگان و گانها و لباس ها، هر چی دارید آپگریدی رو آپگرید بکنید. و متاسفانه برای کسایی که با یوسی گانهای خود آپگرید کردن، امروز رایگان میتونید گانتون رو آپگرید بکنید. خب دوستان عزیز، اگر شما میخواستید که کارت ایجی چطور به دست بیارید حتما در قسمت کامنت بنویسید. من آموزش رو در ویدیوی بعدی میذارم که چطور میتونید کارت ایجی به دست بیارید. دوستان عزیز، اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نکنید. دمتون گرم، تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.